سلام به مخاطبین خوب کانال سینما ریویو. امیدوارم هفته پرفیلمی رو گذرونده باشید. توی این ویدیو میخوایم 5 تا فیلم بهتون معرفی کنیم با موضوع عشق که احتمالاً کمتر دیده باشید. نکته این 5 تا فیلم اینه که یه مقدار مسئله عشق رو متفاوت‌تر و هنرمندانه تر بیان کردن. سطحی نیستن و سعی کردن اون حس خوبی که در این گونه روابط هست رو به مخاطب القا کنه. خب توضیحات بسه، بریم سراغ فیلم. از آخر شروع میکنیم، یعنی از فیلم پنجم. فیلم پنجم وانس هستش، یک درام عاشقانه موزیکال از سینمای ایرلند محصول 2007. یه فیلم کوچیک جمع و جور، مستقل، بودجه بسیار کم ادعا اما تاثیرگذار. فیلم پر از لحظات احساسی زیبا و موسیقی دلنشینه که باید خودتون رو بسپارید بهش. یک مرد نوازنده خیابانی به اسم گای که با تعمیر جاروبرقی امرار معاش میکنه یه روز در حین اجرا با یه دختر آشنا میشه که اونم علاقمند به موسیقی و گهگاهی هم پیانو میزنه. این دوتا بعد از برخورد اول با هم دوست میشن و تصمیم میگیرن آهنگهایی که پسر ساخته رو ضبط کنن که سر ماه پسر میخواد به لندن بره اونو ببره و به تهیه کننده نشون بده. توی این بین یه رابطه عاطفی بین این دوتا ایجاد میشه، اما پای یه سری مشکلات وسطه. این فیلم اولین فیلم کارگردانه و جالبه بدونید بازیگرای این فیلم هر دو موزیسین هستن، یعنی واقعا توی زندگی واقعیشون هم موزیسینن و اینقدر این فیلم روشون تاثیر گذاشته و جوگیر شدن بعد از پایان فیلم با هم خطبه رو میخونن و ازدواج میکنن و شروع میکنن به گذاشتن تور موسیقی در دور دنیا. بازیگر نقش اصلی جیمز هانسارت که آهنگایی که داخل فیلم اجرا میشه از اونه، برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی سال 2007 میشه. این فیلم یه فیلمیه که به جرئت میتونم بگم که بعد از پایانش تحسینش میکنید و احتمالاً برای مدت‌ها در ذهنتون خواهد موند و به بقیه معرفیش میکنید. میریم سراغ فیلم چهارم از کارگردان معروف هنگ کنگی ونگ کاروای که استاد به تصویر کشیدن داستان‌های عاشقانه است. در حال و هوای عاشقی رو نمیگم که احتمالاً دیدید، 2046 هم نمیگم به دلایل دیگه‌ای که اگه ندیدید این دوتا رو حتما البته برید ببینید که دوتا فیلم خوب عاشقانن. اما فیلمی که از ونگ کاروای میخوایم معرفی کنیم چانکینگ اکسپرس هست. 喜不喜欢吃凤梨吗？我喜不喜欢吃凤梨关你什么事？因为我想多了解你啊。 این فیلم دو تا داستان مجزا از همدیگر رو داره، دو تا داستان در مورد دو تا پلیس. داستان اول در مورد مأمور شماره 223 هستش که به تازگی معشوقش ازش جدا شده و با خودش عهد بسته که تا اول ماه آینده که تولد اونه هر روز یک کنسرو آناناس بخره با تاریخ انقضای تولد اون. مأمور شماره 223 همزمان یه دلیم به زن موبلوند توزیع کننده مواد مخدر اون منطقه هم داده. داستان دوم در مورد مأمور شماره 663 هست که اونم دچار شکست عاطفی شده ولی امیدواره که به رابطش برگرده. نزدیکی چهارراه محل خدمتش یک فست فودی هست که یک دختر اونجا کار میکنه به اسم فی پنهانی عاشق مأمور 663 شده و وقتی که به صورت اتفاقی کلید خونه مأمور 663 دستش میفته هر روز پنهانی به خونش میره و اونجا رو تمیز میکنه. شاید خلاصه ای که از فیلم گفتم خیلی همچین به نظر گیرا و تو دل برو نباشه، ولی معمولا این داستانا روی کاغذ به نظر ساده و غیر جذاب میان، اما با کارگردانی ونگ کاروای تبدیل به یک درام عاشقانه جذاب صمیمی و در این حال ساده میشه. بازی ها، موسیقی و مخصوصا فیلمبرداریش از نقاط ویژه فیلم هست. یه چند ثانیه دیگه هم از فیلم رو ببینیم و لذتش رو ببریم. 今晚得你一個人看報嘅？得你一個人睇報嘅？
فیلم سوم یه فیلم معروف هست تو این ژانر، فیلمی که چند تا اسکار برده و کلی محبوب بین منتقدا و مخاطبای سینما. نورافشانی‌های ابدی یک ذهن بی‌آلایش، محصول سال 2007. 2 تا بازی خوب داره، یکی جیم کری و دیگری کیت وینسلت که انصافاً تو این کار بازی خیلی درجه یک و متفاوتی رو به نمایش میذاره. تا حالا شده که خاطره یا یادآوری مسئله‌ای براتون آزاردهنده باشه و از کنترلتون خارج بشه؟ در اون حالت نمیدونم واقعا چه حسی بهتون دست میده. احتمالاً دوست دارید که ابزاری داشته باشید که بتونید اون خاطره رو از ذهنتون مثلا پاک کنید. فیلم نورافشانی‌های ابدی یک ذهن بی‌آلایش دقیقاً در مورد همین موضوعه. کلمانتین بعد از اینکه با جوئل اختلاف پیدا میکنه ازش جدا میشه و با مراجعه به یک کلینیک تمام خاطراتی که مربوط به جوئل هست رو پاک میکنه. وقتی جوئل این خبر رو میشنوه اونم تصمیم میگیره که همین کار رو با خاطرات کلمانتین بکنه. حالا فکرشو بکنید بعد از اینکه خاطرات هر دو پاک شدن با هم مواجه بشن اون وقت چه اتفاقی میفته؟ درسته این فیلم محصول سینمای آمریکاست اما متعلق به سینمای مستقل آمریکاست و جز جریان‌های اصلی سینمای هالیوود محسوب نمیشه و به خاطر همین کلی خلاقیت میتونید داخل این فیلم ببینید و با یک اثر بسیار متفاوت مواجهید. کارگردانش میشل گوندریه، فیلمنامش هم چارلی کافمنه که نقطه قوت فیلم هم همین فیلمنامشه. روایت خوب داستان، شخصیت‌های جذاب بازیگوش مخصوصا در مورد کاراکتر کیت وینسل و روایت غیر خطیش که اونو تبدیل به یک کار جریان سیال ذهن کرده. این از ویژگی های شاخص این فیلم هست. اگه این ویدیو رو دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که مرتب ویدیو به دستتون برسه و لایک و کامنت هم لطفاً یادتون نره. و اما میرسیم به فیلم دوم در مورد یک رابطه غیر معمول در یک مکان غیر معموله، در مورد رابطه الکس و میشل. فیلم عشاق روی پل محصول سینمای فرانسه به کارگردانی لئو کاراکس و از اولین تجربه های بازیگری جولیت بینوش که انصافاً درجه 1 و فوق‌العاده بازی کرده. بازی که به نظرم هرگز در دوران حرفه‌ایش تکرار نشد، حتی در آبی کیشلوفسکی. این فیلم در مورد رابطه الکس و میشل. الکس یک کارتون خواب خیابانیه که روی یک پل قدیمی زندگی میکنه. میشل که اون هم یک شکست خورده عاطفی و عشقیه که بیناییش رو هم از دست داده و رو به کارتون خوابی میاره. این دوتا روی پل به هم دیگه میرسن و بین اونها یک رابطه عاطفی ایجاد میشه. این فیلم مملو از لحظات متفاوت ناب عاطفی بین کاراکترهای فیلم و تصاویر دلانگیز و چشم نواز که واقعا در طول فیلم احساساتتون رو مال خودش میکنه و شما رو یه 2 ساعتی با کاراکترهای فیلم یکی میکنه، مخصوصا با اون پایان بندی زیباش که فیلم رو چند برابر تاثیرگذار و دلچسب کرده. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. حافظ گفته اما انگار در مورد کاراکتر الکس گفته. خب رسیدیم به فیلم اول. صدای قلب همتون رو دارم میشنوم. به نظرتون چه فیلمی میتونه باشه؟ حدستون چیه شما؟ پیش از طلوع یا در حال و هوای عشق؟ باید بگم که نه، هیچ کدوم از اینا نیست. البته هر دوی اینا فیلم‌های خوبی هستند و ما تعمدن از این لیست کنارشون گذاشتیم. فیلم اول لیست ما در روح و جسم.
یک عاشقانه متفاوت، غیر معمول، فوق‌العاده، محصول سال 2017 از سینمای مجارستان که جایزه خرس طلایی جشنواره برلین تو همون سال رو هم از آن خودش کرد. یه داستان عاشقانه در محیط یک کشتارگاه بر مبنای خواب. جالب نیست؟ فیلم در مورد ماریا، کارشناس تازه استخدام شده کشتارگاه، و آندره، مسئول کشتارگاه است. وقتی که یک دزدی توی کشتارگاه اتفاق میفته مجبور میشن یک روانشناس استخدام کنن که بفهمن دزدی کار کیه. در این حین ماریا و آندره متوجه میشن که هر شب یک رویای مشترک میبینن، رویای یک گوزن نر و یک گوزن ماده در یک جنگل، و همین باعث میشه این دوتا به مرور به هم نزدیک بشن. Semmi más. Csak egy szobába aludni, egyszerre elaludni. شاید این خلاصه داستان خیلی حق مطلب رو در مورد فیلم درجه یکی که در موردش صحبت میکنیم ادا نکنه، اما این فیلم تمرکزش رو جایی میبره که کمتر فیلم هایی به اونجا متمرکز میشن. انزوا، تنهایی، عدم ارتباط، رویا، ماورای جسم، حس، و نکتهش اینه که این مسائل رو کاملا قابل لمس و جدای از پیچیدگی های اضافی ارائه میکنه و به تصویر میکشه. اگه خودتون رو به فیلم بسپارید این 2 ساعت تبدیل به یک چشم به هم زدن میشه و بعد از پایان فیلم احتمالاً چند دقیقه از جاتون بلند نشید و به فیلم فکر کنید و تا مدتها توی ذهنتون همینطور چرخ بزنه و بمونه و تا سالهای بعد اگه کسی بهتون بگه یه فیلم عاشقانه خوب به معرفی کن، میگین در جسم و روح رو ببین. خب ممنون که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردین. این ویدیو کانالم ببینید که به نوعی با بحث ما مرتبطه و در مورد شکل خاصی از رابطه عاطفیه. و کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که ویدیو سریعتر به دستتون برسه. لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فیلم ببینید.